استاد من یک زن اویله دارم، صاحب 3 فرزند هستم. سوال من چنین است که شوهرم از دین بیخبرند. آن ویدیوهایی که شما سوال جواب میکنید و نمایش میبرید من همش رو میبینم. با انتظار جدن میکنم در دیگر ویدیوتان رو. حاضر من یک کار کردم، 1 ماه شد به یک گروپ قو شدم و خواستم عربی رو آموزم و الفبet رو تمام کردم، لیکن از شوهرم پنهانی. این برای من گناه است. حاضر دویم درس سر می شود، نمیدونم پیوست شوم یا که نه. تعلیم گرفتن علم فرض است، خاصتا فرض عینش. مثلا من این موضوع های تاجیکی که برای مردم بیان میکنیم زبانتون تاجیک باشد، لیکن آموختن زبان عربی و آموختن قرآن این هم بعضی علما میگن فرض عین است. هر یک مسلمان باید قرآن به زبان عربیش خوانده تاند میگن و این یگان کاری مشکل هم نیست. آخه من مردم زبان خطایی به خاطر پول یاد گرفتن. زبان خطایی خیلی زبان دشوار است. مردمی تاجیک رفتند تعلیم گرفتند، 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال وقت صرف کردن تعلیم گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر پول کار کردن، ترجمان شدن، فهمیدن زبان قوم. آیا این زبان دینتون است؟ با این واسطه شما سخن الله تعالی را درست قرائت میکنید، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم را میفهمید. برای همین بعضی علما ممکن تعلیم گرفتن زبان عربی هم فرض است، یعنی باید تعلیم گرفت. لیکن خیلی این چی جایی یگان جای پنهانی جنایت نیست که پنهان کنید. گفتن گرید من درس گرفتم گوید علم آموخته. گفتم عذر کپتن گرامم، گفتم با دیگر گروپ بود در آنجا آنلاین با سخن درس میکردیم، گفتن نه اجازه نمیدیم، لیکن اینش پروست رول پیشنهاد میکنم و میبینیم. درس های تیار است کو در یوتیوب طرز درس های هست که تماشا میکنید، خیلی زنده نیو میمونید یاد میگیرید خوندن. یگان مشکل نداره آموزید. ما با همین سبب خواندن درست خواندن قرائت قرآن این درس رو خواستم آموزند. دیگر یگان چی ندارم. یگان معلمه زبان عربی یا قرآن یابید با خوب میشد انشاءالله. خب رحمت کلام استاد. سلامت باشید. الله موفق کند. بارک الله.